رفقا درود، امیدوارم که عالی و پر انرژی باشید. آموزشی که امروز داریم راجع به پرامپت نویسی معکوس یا ریورس پرامپتینگ هست و چیزی که تا حالا شنیدید دقیقاً برخلاف اوناست. فرمولای پرامپت نویسی که تا حالا شنیدید، آموزش پرامپت نویسی، کلاً این آموزش یه سبک دیگه است و یکی از مهمترین نکاتی که شما به عنوان یک پرامپت انجینیر یا یه مهندس پرامپت باید بدونید اینه که آقا یه سری جاها ما اصلا نیاز نداریم که پرامپت بنویسیم، یه سری جاها اصلا نیاز نداریم فرمول پرامپت نویسی بلد باشیم و اینجا ما باید مهندسی معکوس بزنیم و اون محصولمون رو حالا بیایم تبدیل کنیمش به یه دونه پرامپت. آموزشم من به 2 تا قسمت تقسیم کردم. اول میخوام بهتون بگم که هنر پرامپت نویسی معکوس چیه، کجا کاربرد داره که باید ازش استفاده کنیم و آخر ویدیو هم 2 تا با هم تمرین انجام میدیم، یه دونه روی عکس و یه دونه روی ساخت یه دونه برنامه و یه دونه وبسایت یا اپلیکیشن که کلا آموزش جذابیه، پر انرژی باشه. تا آخر ویدیو هم همراه من باش. اگه هم تا حالا از کانال حمایت نکردید دمت گرم، الان روی دکمه سابسکرایب کلیک کن و کلا اینجا آموزش‌های کاربردی هوش مصنوعی زیاد برات میذارم. داستانی که هستش، ما یه دونه پرامپت نویسی داریم که من خیلی تا حالا آموزش ساختم راجع بهش، سبک‌های مختلف، فرمولای مختلف پرامپت نویسی تو کلاد و تو چت جی پی تی و تو خیلی جاهای دیگه. اینجا ما اومدیم سر وقت RPE Reverse Prompt Engineering و حالا داستان چی اصلا چی شد که این موضوع پیش اومد. ببین شما وقتی با AI کار میکنیم معمولا خودمون میدونیم چه خروجی میخوایم و تلاش میکنیم با یه فرمول اون خروجی رو از AI بگیریم، ولی این وسط یه سری مشکلات هستش که اکثر ماها بهش خوردیم ولی خب نمیدونستیم که راه درمانش چیه، داروش چیه، درسش چیه. میگه اطلاعات زیادی یه موقع هست تو ذهن ماست و مثلا نمیدونیم که از کجا باید شروع کنیم. یه مسئله‌ای که واسه خود منم زیاد پیش میاد. آقا من ایده دارم اما ساختار مشخصی براش ندارم که این ایده که تو ذهن منه رو چجوری باید پیاده سازی کنم، چجوری ایده‌مو از 0 تا 100 به AI بگم. نمیدونیم چه اطلاعاتی رو اصلا باید داخل پرامپت بنویسیم. ببین یه موقع هست من میدونم چی میخوام ولی نمیدونم باید چی بگم و ممکنه اصلا نکات مهمی رو ما تو پرامپت نویسیمون فراموش کنیم، یا مثلا نمیدونیم دقیقاً چه سوالاتی رو باید از خودمون بپرسیم که خروجی که مد نظرمون رو بگیریم. اینجا بحث ریورس پرامپتینگ مطرح میشه. تو این روش به جای اینکه شما از AI بپرسی، حالا هوش مصنوعی میاد از شما میپرسه. حالا این لولای سادهش رو جلوتر به عکس و ساخت اپلیکیشن و اینا رسیدیم، اون موقع واقعا برگاتون میریزه که چقدر خفن این پرامپت نویسی معکوس. حالا چیه کلا پرامپت نویسی معکوس؟ میگه برای رسیدن به یه خروجی ابتدا AI باید از شما بیاد سوال بپرسه. برای مثال به جای اینکه بنویسی برای یه مقاله درباره موضوع X مثلا برام بنویس یا حالا هر چیزی، میتونی به AI بگی من میخوام یه مقاله درباره مثلا موضوع X بنویسم، ابتدا چند تا سوال کوتاه از من بپرس تا اطلاعات لازم رو دریافت کنی. زمانی که اطلاعات کامل شد حالا بیا مقاله رو برای من تولید کن. این روش انگار مثلا شما رفتی داری مصاحبه انجام میدی، یه دونه اینترویور هستش، آدم مصاحبه کننده، مصاحبه شما که با AI تموم شد اون موقع چیزی که میخواید رو به شما تحویل میده. خلاصش هم اینجوریه دیگه، ایده در ذهن شما هست، سوالایی که AI از شما میپرسه، پاسخهای شما و در نهایت جمع‌آوری اطلاعات و اون خروج نهایی. به این روش الگوی تعامل معکوس هم میگن Flipped Interaction Pattern که تو دانشگاه به این اسم، به این نام نامگذاریش کردن. ایده اصلیش هم اینه آقا به جای اینکه تعامل معمولی با AI یا چت بات داشته باشی، فرمت تعامل تو عوض میکنه. مثلا حالت معمولیش این بود دیگه، ما به عنوان کاربر پرامپتمون رو می‌نویسیم، هوش مصنوعی جواب ما رو میگیره و به ما یه دونه پاسخ میده. این خب خیلی معمولی بود. ولی تو حالت معکوس یا ریورس پرامپتینگ کاربر هدفش رو مشخص میکنه. هوش مصنوعی میاد ازش سوال میپرسه، کاربر پاسخ میده، دوباره هوش مصنوعی سوال میپرسه، این لوپ انقدر تکرار میشه تا AI بگه خب اوکی دیگه من فهمیدم که چی تو ذهنته، تو اون پستوها، تو اون کوچه باریکا و تنگای ذهن چیا هست، حالا من میام به تو خروجی رو میدم و میگم این چرخه انقدر ادامه پیدا میکنه تا اطلاعات کامل جمع شه. حالا چرا پرامپت نویسی معکوس کار میکنه؟ اولیش واسه کاهش سوگیری اولیه یا اینیشیال بایاس. حالا بخوام بهت بگم مثلا کلا بایاس یا سوگیری یعنی چی، حالا شاید ندونی. ببین مثلا فرض کن که دوستم به من زنگ زده و میگه یه دونه 206 میخوام بخرم، بهم راهنمایی کن، مثلا 206 بهتره یا 207.
من قبل اینکه جواب بهش بدم، چون ذهنم اینجوری بود که آقا من یه دونه مثلا 10 سال پیش 206 گرفتم و خیلی بد بود و اینا، ذهن من الان بایاس پیدا کرده به اینکه آقا 206 چیز خوب و جالبی نیست و من بیام بر اساس این سوگیری، بر اساس این بایاس ذهنی که از قدیم دارم بهش جواب میدم. این حالا تعریف بایاس بود. اینجا وقتی یه پرامپت مستقیم شما می‌نویسی، ناخودآگاه هوش مصنوعی رو توی یه چارچوب مشخص قرار میدی. یه مثلا فرمول پرامپت، یه پرامپت نویسی براش انجام میدی و انتخاب شما ممکنه روی نتیجه تاثیر بذاره. مثلا نحوه بیان مسئله، کلمات استفاده شده، ساختار مورد انتظار، فرضیات اولیه شما و نکات دیگه. اما ممکنه نکات مهمی اصلا وارد پرامپت شما نکنید یا وارد فرمولای پرامپت نویسی نکنید. وقتی هوش مصنوعی از شما سوال میپرسه، احتمال بیشتری وجود داره اینجا حالا که به سراغ بخش‌هایی بره که خودتون اصلا تا حالا بهش توجه نکردید. و حالا شما هر چقدر که بگید من فرمول خفن مینویسم، اطلاعاتم زیاده، اینجا شما گیر میافتید. و حالا پوینترم بهتون میگم که کی باید از ریورس پرامپت استفاده کنید. و این کلا این روش هم این چیزا رو میاد برای ما کشف کنه، مثلا نقاط کور و فرضیات پنهان، اطلاعات ناقص و مشکلات احتمالی. اینا رو همه رو میاد این فیکس میکنه. کلا پاسخ دادن از ساختن ساختار آسون تره. ببین گاهی شما تمام اطلاعات لازم رو داری اما نمیدونی اونو چجوری باید به یه ساختار منظم تبدیل کنی و به ای آی بدی. برای مثال میدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده اما نمیدونم چجوری بهت توضیح بدم. و حالا اینم مثالاش که براتون نوشتم. اینجا خب خودتو خلاص کنی. آقا به جای اینکه 3 ساعت بیای فکر کنی، یه کاری کن که ای آی ازت بپرسه و خیلی راحت‌تر خب میری جلو. حالا الگوهای اصلی ریورس پرامپتینگ چیه؟ اولین الگوش بحث استخراج اطلاعات یا اکسترکشن هست. این الگو زمانی مناسبه که اطلاعات زیادی تو ذهن شماست اما هنوز چیزی نوشته نشده. مثلا یه ایده، یک پروژه هست، طرح یک ویدیو، یه دونه مثلا ویدیو یوتیوب می‌خوای بسازی، ایده یه دونه محصول، برنامه یک کسب و کار، مقاله، مستندات و کلا همین 5 تا دسته توش خیلی خوب عمل میکنه. من نمونه پرامپتم براتون گذاشتم، این فایلم براتون تو کانال تلگرامم قرار میدم تا خیلی راحت دانلود کنید. پرامپتاش هم همیناست. ببین مثلا میخوای بگی که من میخوام روی مثلا فلان موضوع کار کنم، 10 سوال کوتاه درباره آن موضوع از من بپرس، زمانی که اطلاعات کافی داشتی. حالا اینجا مثلا مدل خروجی تو میگی، این مدل خروجی رو برای من تولید کن. این هم پرامپت انگلیسی برات گذاشتم، هم فارسی، هر کدوم که دوست داشتی استفاده کن. این پرانتزام که میبینی اینجا باید موضوع خودتو بنویسی. این کاملا شخصیه و من نمیتونم خب اینو پر کنم و برای همین تو پرانتز میذارم. فقط گفتم که تو پرانتز باید چیا پر کنی. این هم دوباره حالا یه مثاله که بهتون گفتم که چجوری میتونید ازش استفاده کنید. حالت دوم سوالای پویا یا داینامیک کوئسچنز. گاهی ما نمیدونیم دقیقاً به کجا اصلا میخوایم برسیم. تو این حالت بهتر اجازه بدیم AI بر اساس پاسخهای قبلی ما، سوالای قبلی ما بیاد خودش مسیر رو انتخاب کنه. مثلا هر بار فقط یه سوال از من بپرس، بر اساس پاسخ من سوال بعدی رو انتخاب کن. تا زمانی که بهتون نگفتم متوقف نشو، هیچ خروجی نهایی هم برای من تولید نکن. این حالت شبیه صحبت کردن با یه فرد با تجربه است، مثلا با یه دونه روانشناس شما حالا فرض کن که تلاش میکنه مسئله رو بهتر درک کنه. الگوی دوم بررسی و پیدا کردن شکاف‌ها یا آدیتا. گاهی یه متن یا یه سند رو نوشتیم اما احساس میکنیم که کامل نیست و یه جاهاش ناقصه. تو این حالت به جای اینکه مستقیم به AI بگیم اینو بهترش کن، از این پرامپت استفاده میکنیم. این سندی که نوشتم متن رو قرار میدی اینجا، حالا مثلا متن 200 خط. درباره شکاف‌ها و اطلاعات ناقصی که مشاهده میکنی از من سوال بپرس. سوال‌ها کوتاه باشه، پس از پاسخ من پیشنهادهای لازم رو برای کامل کردن متن بهم ارائه بده. این روش برای این کارا مناسبه. مثلا مقاله شما میخوای بنویسی، مقاله دانشگاهی، مقاله سایت، سناریو یا اسکریپت، یه دونه ویدیو، مستند، مثلا شما یه پروژه برنامه نویسی داری میخوای براش داکیومنت درست کنی، مناسب طرح یه دونه کسب و کاره و یه پرامپت مثلا میخوای درست کنی، هم از این روش میتونی استفاده کنی. یه پرامپت خیلی طولانی حالا واسه یه کاربرد خیلی خاص. و کلا مزیتش هم اینه دیگه، هوش مصنوعی فقط متن رو بازنویسی نمیکنه بلکه تلاش میکنه اول بفهمه چه چیزی وجود نداره. الگوی سوم ارتباطات دشوار یا tough communication. نوشتن بعضی پیام‌ها دشواره. مثلا ما یه موقع است میخوایم بگیم بازخورد بدیم، فیدبک بدیم، ارزیابی عملکرد داشته باشیم، ایمیل حساس میخوایم به یه کارفرما بدیم،
یه پروژه مثلا چند صد چند هزار دلاری، خیلی واسه ما همه چی حساس و مهمه. این تکنیک رو میتونی استفاده کنی. از یه همکارت میخوای انتقاد کنی یا یه پیام حرفه‌ای کلا درست کنی، میای از این تکنیک استفاده میکنی. گفته که تو چنین شرایطی فقط پیدا کردن کلمات مناسب کافی نیست، باید به موارد زیرم توجه کنی. طرف مقابل چگونه پیامو دریافت میکنه، چه اطلاعاتی مهمه، چه نکاتی رو نباید اصلا بگی، لحن پیام باید چگونه باشه و کلا میگه ساختار پیام هم چجوری باید درست کنیم چون حساسه. اینم دوباره پرامپتی که من برای این قسمت نوشتم، فقط نیازه که کپی پیستش کنی. هم بازم انگلیسی برات گذاشتم، هم فارسی و تو پرانتزام که نیازه فقط جاگذاری کنی. الگوی چهارم ساخت پایگاه دانش یا knowledge base building. این روش فقط برای گفتگوی کوتاه مناسب نیست، میتونی از اون برای ساخت یه پایگاه دانش استفاده کنی. برای مثال میخوایم تمام اطلاعات یه پروژه، تیم یا کسب و کار رو توی یه ساختار منظم جمع آوری کنیم. میایم حالا از این تکنیک استفاده میکنیم. حالا شما فرض کن که از چه فرمول پرامپت نویسی میخوای استفاده کنی تو یه همچین خروجی بگیری. نداریم مثلا همچین چیزی. بازم میام تا جایی که من میدونم. و نکته مهم اینجا لینک دادن بهتر از تایپ کردن. تو پروژه بزرگ لازم نیست همه چی دوباره توضیح بدی، فقط کافیه که لینکاتو بذاری. مثلا لینک مستنداتت، ریپوزیتوری های گیتاب، فایلات، تصویرات، اسکرین شات، مقاله یا سندهای قبلی تو فقط آپلود میکنی و تمام. الگوی پنجم هم تصمیم گیری یا دیسیژن میکینگ. گاهی خروجی مورد نظر شما یه متن نیست بلکه یه تصمیمه. برای مثال آیا این ایده اصلا ارزش اجرا کردن داره یا نه؟ مثلا شما میخوای یک کسب و کاری رو شروع کنی یا 3 تا کسب و کار رو بینش گیر کردی یکی رو میخوای شروع کنی. از این تکنیک استفاده کن. آیا این ایده اولی، دومی، سومی ارزش داره یا نه؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ بازار هدف من چیه؟ چه محدودیت هایی وجود داره؟ آیا باید این پروژه رو شروع کنم یا نه؟ ببین چقدر خفنه. اینم دوباره میگم پرامپت که نیاز داری ازش استفاده کنی و اینجا برات نوشتم. حالا داستان الگوها رو آقا ما مطرح کردیم و یه موقع ممکنه تو این مسیر گفتگو یه سری مشکلات پیش بیاد و AI خارج بشه از اون بحث ما و درست حسابی جواب نده، بره تو فاز چرت و پرت و اینا. چگونه مسیر گفتگو رو حالا ما اصلاح کنیم؟ ببین هوش مصنوعی همیشه میگم سوالو درست جواب نمیده. اگه سوال بی ربط شد لازم نیست بگی گفتگو رو از اول شروع کن و فقط لازم بهش این 2 تا پرامپت رو بدی. این مسیر نیست که میخوام ادامه بدم، در عوض روی فلان مسیر یا فلان چیز تمرکز کن. همچنین درباره فلان موضوع که هنوز بررسی نکردی از من سوال بپرس که AI یا LLM رو دوباره بیاریم وارد مسیر کنیم، وارد فاز چرت و پرت نشه. این مهارت و تکنیک هم بهش میگن کورس کورکشن، اصلاح مسیر. هرچه بهتر بتونید توضیح بدید چه چیزی تو مسیر اشتباهه، سریعتر میتونید AI رو هدایت کنید به اون جایی که میخواید. تعداد سوالایی هم که AI ازتون میپرسه بستگی به شرایط بازم داره. همیشه یه تعداد ثابت برای سوال‌ها مناسب نیست. مثلا همیشه 10 تا سوال مناسب نیست، 5 تا مناسب نیست. اگه اطلاعات زیادی دارید میتونید بهش بگید آقا ask me 10 question at a time. هر لحظه ازم 10 تا سوال بپرس و اگه فکر میکنید 10 تا کمه یا 10 تا زیاده خودتون میتونید این عدد رو عوض کنید و میگم بازم بستگی به مسئله‌تون داره. یه موقع هم هست شما ایده مشخصی ندارید واسه کارتون، اینجا میتونید از این پرامپت استفاده کنید. بهش بگید که هر بار یک سوال از من بپرس. این روش آرومتره به نسبت قبلی و اجازه میده هوش مصنوعی مرحله به مرحله باهاتون بیاد، یعنی شما رو مرحله به مرحله هدایت کنه. ریورس پرامپتینگ رو شما میتونید واسه ساخت یه پرامپت خفن و حرفه‌ای هم استفاده کنید. الان من میخوام پروژه‌شو بهتون نشون بدم واسه ساخت عکس که ببینید چقدر خفنه. یکی از کاربردهای این روش میگم اینه، به جای اینکه شما یه خروجی بگیرید یه پرامپتی میگیرید واسه گرفتن یک خروجی دیگه و میگم ساختارش هم اینجوری میشه. مصاحبه که انجام میدیم، استخراج اطلاعاتی که AI انجام میده و ساخت یه پرامپت نهایی مثلا در قالب فایل مارک داون. و این روش حالا کجا مفیده؟ پروژه خیلی پیچیده است که الان من بهتون نشون میدم. اطلاعات زیادی ما داریم، نمیدونیم چه اطلاعاتی رو باید توی پرامپت قرار بدیم و اینا مثلا دوباره برای ساخت یه ایجنت که مثلا یه پرامپت خیلی خاصی رو میخوایم به یک ایجنت بدیم. این فایل هم داره تمام میشه. توضیحات گفتم که چه زمانی از ریورس پرامپتینگ اصلا استفاده نکنیم. حالا این همه گفتم استفاده کنیم، حالا اصلا کجا استفاده نکنیم. پرامپت نویسی معکوس همیشه بهترین روش نیست. ببین کلا یه چیزی من به شما بگم،
شما باید ابزارهای زیادی داشته باشید، فرمولهای زیادی بلد باشید، چیزهای مختلفی بدونید و بدونید که کی از کدوم استفاده کنید، کی از کدوم استفاده نکنید. این شما رو حرفه‌ای میکنه در نهایت. ببین مثلا یه موقع هست یه جمله رو میخواید بازنویسی کنید، ریورس پرامپتینگ به درد نمیخوره. متن میخواید ترجمه کنید، معنی کلمه میخواید بدونید، سینتکس یه زبان برنامه نویسی رو مثلا میخواید بدونید، کلا از این تکنیک استفاده نمی کنید، یعنی جالب نیست. پرامپت نویسی معکوس هم کلا برای این جور جاهاست. مثلا کار مبهم، گستردگی داره، اطلاعات زیادی تو ذهن شما وجود داره، ساختار مشخصی نداریم، نیاز به بررسی و کشف داریم توی مسئله‌مون. کلا هم اینم خلاصش دیگه، جمع‌بندی و خلاصه: هدف مصاحبه، سوال AI پاسخ، استخراج اطلاعات، اصلاح مسیر، در نهایت هم خروجی. اینم مهمترین کاربردهاییه که شما میتونید توی ریورس پرامپتینگ داشته باشید: استخراج ایده، پیدا کردن شکاف‌ها، ارتباطات دشوار، ساخت پایگاه دانش، تصمیم گیری و ساخت یه دونه پرامپت حرفه‌ای یا یک کامپلکس پرامپت یا پرامپت خیلی پیچیده. ببینید مثلا من برای یکی از پروژه ها یه دونه استوری بورد درست کرده بودم. مثلا یه داستانی رو میخواستم از شخصیت گاد آف وار درست کنم و نیاز داشتم که صحنه هاشو با پرامپت نویسی عکس در بیارم، اون عکس ها رو مثلا بدم به یه دونه AI که برام یه دونه ویدیو جنریت کنه. حالا شما فرض کن که من این عکس رو دارم و هیچ چی دیگه ندارم، فقط همین عکسه، نه پرامپت اصلی رو دارم، نه سورس رو دارم، نه منبع رو دارم، هیچ. کارفرما مثلا بهم زنگ میزنه که میگه علیرضا من همچین عکسی دارم، واسم یه ویدیو داستانی درست کن و بهم تحویل بده مثلا تا فردا. پولش هم مثلا خیلی بالاست، مثلا $200 $100 پولشه، کلا هم مثلا یه ساعت هم بیشتر کار نداره. حالا من الان باید چیکار کنم؟ من الان پرامپت اینو میخوام، هیچ کاری نمیتونی بکنی تو. و اینجا تکنیک ریورس پرامپتینگ به دادت میرسه. اینم بازم سایتشو براتون میذارم، zemis.com اگه درست گفته باشم. ببین شما اینجا مثلا عکس رو آپلود میکنی و این با استفاده از تکنیک پرامپت نویسی معکوس میاد پرامپتشو برای شما طراحی میکنه و اینجا باید یه خورده صبر کنیم تا پرامپتش آماده شه. یه دونه متن به ما میده خیلی ساده، ما میتونیم کپیش کنیم. اون متن رو به من داد، اصلا هم کاری نداشته با چی نوشته، خیلی طولانیه، نگاه کن. دیجیتال ایلاستریشن، کلی توضیحات خیلی زیاد و در نهایت من تونستم ازش خروجی بگیرم. حالا داستان چیه؟ ببین عکس رو تو این تکنیک، عکس رو شما نمیتونی عیناً کپی کنی، یعنی 100% همون عکس اولو به شما نمیده، ولی اطلاعات مهمی که اینجا من میتونم بگیرم، 3 تا کاراکترم من بازسازی کردم، فهمیدم که کاراکتر گاد آف وار من چی جوری باید درست شه توی ویدیوهای بعدی. این کاراکتر مثلا بچه چیه، گرگه چیه، وایب و محیط بیرون چیه، و حالا میتونم ادامه این داستان خودم رو درست کنم، مثلا اون استوری بورد خودم واسه ویدیو درست کنم. آقا اینم چنل یوتیوب ماست، اگه تا حالا سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، دمت گرم، مثل من اینجوری سابسکرایب رو بزن، یه انرژی توپ و خفنم برام بفرست این آخرا با لایک و کامنت باحالی که پایین همین ویدیو برام میذاری. یه چیزی میخواستم بگم، ببین من یه دونه ویدیو آماده کردم، ساخت انیمیشن نامحدود با پرامپت نویسی. اینو من حالا باز میکنم، اینو ندیدی حتما ببین. اینجا شما از 20 ثانیه تا 1 ساعت میتونی ویدیو درست کنی. حالا من یه قسمتشو میارم که خروجی بهم نشون بده. ببینید مثلا این موازنه شیمیه، من در قالب انیمیشن ساختم که به مخاطبم نشون بدم، خیلی باحاله، همش هم با تکنیک پرامپت نویسیه. اینو حالا داشته باشید. یه دونه سایت براتون آوردم، اینو فعلا تو پرانتز داشته باشید. یه دونه براتون سایت آوردم به اسم گیت ریورس. یه موقع هست ما یه دونه پروژه اوپن سورس داریم داخل گیت هاب و از اون پروژه میخوایم استفاده کنیم و نمیدونیم مثلا اون پروژه رو چجوری باید نصب کنیم، اون پروژه راجب چیه، برنامه‌نویسیمون صفره، میخوایم یه پرامپتی باشه که راجب اون پروژه به ما توضیح بده و ما با استفاده از یه دونه پرامپت بتونیم اون پروژه رو مثلا در قالب یک اپلیکیشن بسازیم. مثلا همون پروژه‌ای که من اونجا براتون آموزشش گذاشته بودم اسمش همین بود دیگه، منی، مال اکانت یوتیوب TriBlue1 براونه. اگه ندیدید انیمیشن خیلی باحالی درست میکنه و از کتابخونه همون من استفاده کردم و بهتون گفتم که چجوری میتونید تا 30 دقیقه 1 ساعت انیمیشن درست کنید.
آقا شما فرض کن که من این پروژه رو دارم و اصلا نمیدونم راجع به چیه، خیلی گنگم، انگلیسیم ضعیفه، هیچی بلد نیستم. این لینک رو خیلی راحت کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. ببین نوشته get prompt. این هم داره از تکنیک ریورس پرامپت انجینیرینگ استفاده میکنه. ببین ریورس انجینیرد پرامپت، کل این پروژه رو تبدیلش کرد به یه دونه پرامپت برای من و اینو شما میتونی داخل کودکس استفاده کنی، داخل کلاد کد استفاده کنی، بدیش مثلا به چت جی پی تی واسط پروژه رو درست کنه و از پروژه استفاده کنی. اینم من میگم دوباره دادمش به کودکس و کلی با چت کردم، اینو برام نصب کرد، فایلاشو درست کرد و در نهایت به من یه همچین چیزی داد. فکر کنم من یه همچین داشبورد خفنی دارم و فقط کافیه که اینجا پرامپت خودم بنویسم چی دوست داری. مثلا قانون دوم نیوتن رو به من نشون بده، مثلا آقا عدد پی 20 رقم بعد اشاره رو با انیمیشن به من نشون بده. هر چیزی که دوست داری و اینجا بهت انیمیشن میده، کد پایتونیش هم بهت میده و میتونی خیلی راحت انیمیشنش رو دانلود کنی. اینجا رو نگاه کن، 720 میخوای دانلودش کن، 1080 و 4K. حالا علیرضا کاربرد این کجاست؟ اگه مدرسی، اگه تولید کننده محتوا تو یوتیوبی، حالا ویدیو لانگ میذاری، شورت میذاری یا تو اینستا داری کار میکنی، به نظر من پروژه خفن و جونداریه. و خفنی این پروژه هم که براتون درست کردم اینه که این واقعا نامحدوده. یعنی مثلا شما هر سایتی که استفاده کنی برای ساخت ویدیو یه لیمیتی داره دیگه، چون ما پول ندادیم. ولی این تکنیکی که من بهت گفتم 30 دقیقه طول میکشه تا ستاپاشو انجام بدی، توضیحاتشو متوجه شی و خیلی راحت میتونی از LLM های مختلف استفاده کنی برای گرفتن پرامپتشو یا همچین ویدیو یا مثلا کد پایتونی خفنی بگیرید. رفیقای خودم آموزش این قسمتم تموم شد. انرژی توپو خفن یادت نره و اینکه اگه دنبال ویدیوهای جذاب و کاربردی تو حوزه AI هستی، یه چرخ تو کانال من بزن، کلی ویدیوهای خفن منتظر توه که فقط روشون کلیک کنی. دمت گرم.